سلام دوستای گلم، امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز قراره کنار استخر لاهیجان یه غذای خیلی خوشمزه بهتون آموزش بدم. غذای امروزمون بادمجون شکمپره، البته اونم بگم با گردوی فراوان. برای درست کردن این بادمجون شکمپر نیاز داریم به بادمجون، گوجه، چوچاق، پیاز، گردو، رب انار که از رب قوره هم میتونید استفاده کنید، روغن، نمک و فلفل و زردچوبه و خالباش. بریم برای درست کردنش. اول بادمجونا رو پوست میگیرم و یه چند دقیقه داخل آب نمک میذارم تا تلخی بادمجون گرفته بشه. مبین آشپزی کنار مردم چطوره؟ کنار مردم که خوبه، نگاهش میکنم ولی خوبه، ولی فکر کنم این اولین باریه که من داخل طبیعت دارم آشپزی میکنم. توی عمومی الان طبیعت هم نیستی. واقعا وایسا نگاه میکنم. مردم دارن رد میشن یه ریز نگاه میندازن بعد بهشون اعلام کن اگه میخواین آموزشش رو یاد بگیرید داخل یوتیوب نگاه کنید. چاقوی سامورایی داری؟ داستانش مفصل. چاقومو جا گذاشتم، مشتاق مجبور شد این چاقو رو برام همینجا بگیره. کلا امروز خیلی اسیری کشیدم. این از بادمجونم، این دادم داخل سبد، این رو بذارم کنار. همه شدم آوردی دیگه، فقط چاقو نیاورده بوده. آره. یعنی همه چی. داخلش آب میریزم. آب بازم داریم. آره آوردیم. داخلش قشنگ نمک میریزیم. چرا استرس نکن، سگه میاد به من نمیگی. سگه رفته. از این کارا داری تو. خود درش باز کنی راحته بریزی. آخه میترسم یهو خیلی خالی شه. یهو خیلی نریزی. خب یه قاشق نیاز داریم. تا حالا واسه پیش اومده که بادمجون درست کنی تمام بشه بعد تلخ باشه بادمجونه؟ نه واقعا برای من پیش نیومده، ولی شنیدم چند بار گفته که مثلا میرزا قاسمی رو درست کردم آخرش، اولش گفتم ولش کن تست نمیکنم، بعدن یهو مثلا تلخ شده. ولی من نه. نگو یهو الان این تلخ شد چی میخوایم بکنیم؟ خب اینو میذاریم یه چند دقیقه بمونه تا بقیه وسیله رو آماده کنیم. اول اینا رو جمعش کنم. طبیعت رو آلوده نکنی به طبیعت چیه؟ اینا پلاستیک دارن. آفرین. حالا میرسیم به پیاز درست کردن. پوست پیاز رو میگیریم و نگینی خوردش میکنیم. یه دونه پیاز کافیه. چه شامی بشه این شام، نه؟ مبینا خانم سرمون منت گذاشتن دارن شما آشپزی میکنن برامون. یک بار در طبیعت امکان داره هیچ وقت همچین اتفاقی دیگه نه. آخه اصولا من خودم راحت میکنم، همیشه غذا رو درست میکنیم بعد میبریم، یا مثلا کباب و اینا آماده میکنیم. اصولا کباب درست میکنه مشتاق، نه؟ آره مثلا مشتاق لطف میکنه برام کباب درست میکنه.
حتما حواستون باشه که پیازا رو به صورت یکسان عجله کنین کم. چرا؟ نور داره از دست میره. شامه دیگه، ایراد نداره. خب 2 حبه سیر رو ریز خورد میکنید. ریز. آفرین، همون ریز خودمون. خب حالا نوبت گردوهاست که خوردش میکنین. هم میتونید آسیابش کنید ریز بشه، هم میتونید حالت درشتر خورد کنید که به دندون بیاد. خب بچه ها، گردو هم خورد کردم، داخل ظرف میریزم و بعد چوچا رو خورد میکنم. مایتابه رو روی گاز گذاشتیم، پیاز خورد شده رو بهش اضافه میکنیم. یک مقدار که آبش کشیده شد بهش روغن و با زردچوبه رو میزنیم. پیاز که در حال سرخ شدنه بهش سیر خورد شده رو اضافه میکنیم. عطر سیر که بیرون اومد بهش گردو، چوچاق و خالباش رو اضافه میکنیم. عطرش بکنم در اومده. عطرش در اومد؟ خب باید گردو اضافه کنی؟ آره، گردو اضافه میکنم، بعد سبزی ها رو اضافه میکنم. از اونجایی که کلا نگینی قشنگ خورد کردم دارم اینجا نصفشو میکنم. شعله‌ش رو یکم کم میکنیم. خوب مخلوطش میکنیم. مابینا بلند شد، فکر کنم دیگه اینجای کار حساس خیلی مهم باشه این دیگه. یک مقدار که تفت دادیم چوچاق خورد شده رو اضافه میکنیم به اندازه 2 قاشق غذاخوری و 1 قاشق هم خالباش. چنگال غذاخوری بود واقعا. یه قاشق سرپر ببریزیم. آره. دوباره ریختی بخوادم. خوب مخلوط میکنیم.
یه قاشق رب انارم اضافه میکنیم. همونطور که گفتم از رب قوره هم میتونید استفاده کنید. این دیگه همین یه قاشق کافی. نمک و فلفل هم بهش میزنیم. این از مواد داخل بادمجونمون که دیگه آماده است. باید بریزیم داخل یه ظرف جدا بذاریم و بادمجونا رو سرخ کنیم. مایتابه رو دوباره روی گاز میذاریم. داخل همون روغن یک مقدار دیگه روغن اضافه میکنیم و بعد بادمجونا رو از داخل آب نمک در میاریم. یک مقدار فشار میدیم و بعد سرخشون میکنیم. بادمجون رو سرخ کردم، گذاشتم کنار. گوجه ها رو خورد کردم، با همون روغن بادمجون سرخ میکنم. تا این سرخ بشه من شکم بادمجون ها رو پر میکنم. خب الان این شکمشون رو با چاقو باز میکنیم. دونه‌هاشو تا جایی که میتونید در میاری. شکم بادمجون رو خالی کردم. حالا موادی که درست کردم و داخل شکم بادمجون میریزم. به زور میخوای تو همشون پر کنی. شکم پر مواد زیاده دیگه. نه موادم زیاده، ایراد نداره، به خاطر اینکه باید همه مواد رو داخل بادمجون نریزم، باید نصفشو بریزم داخل سسش. بله. عیدت مبارک. وای نهفته. خب بادمجونا که آماده است، فقط یه ذره آب گوجه گرفته بشه. بعد مواد بادمجون شکمپر رو بهش اضافه کنم و نمک فلفل. بادمجونا رو داخل مایتابه میذارم، یه رب درشو میذارم تا قشنگ بپزه. مواد رو بهش اضافه میکنم. درسته اینقدر مواد زیاده ولی دیگه حیفه، کاریش هم نمیشه کرد. پس بهش اضافه میکنم نمکش نمیدونم چون اینجوریه. خب فلفل و همش میزنیم. یک مقدار داخلش آب میریزیم و هم میزنیم. و بعد بادمجونا رو داخلش میچینیم. خب حالا درشو میذاریم، یه رو بهش زمان میدیم تا قشنگ بپزه. خب بچه ها اینم از
بادمجون شکمپرمون که دیگه آماده است. درسته که تو خونه بود شرایط بهتر بود، شاید از این بهتر میشد، ولی خب دیگه اینم یه تجربه خوبی بود، آشپزی در طبیعت. در عموم مشتاق خیلی تاکید میکنه در عموم. بله. خب بچه ها، اینم از آموزش بادمجون شکمپر با مغز گردو. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره تا آموزش و ولاگای بعدی. خدا نگهدار.